صدای بنده رو دارید دوستان؟ سلام سلام سلام. امیدوارم که این بار صدای من باشه دوستان. امیدوارم سلامت باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب خدا رو شکر که صدا میادش. ممنون اگر فایل رو هم بچه‌ها شیر کنن، چون من فایل رو انتخاب میکنم از توی مدیریت محتوا نمیاد برای من. اومد. الان تصویر رو دارید بچه‌ها؟ فایل رو میبینید؟ اگر فایل رو میبینید به من اطلاع بدید. متشکرم از همگی، سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگر تصویر و صدا قطع شد به من اطلاع بدید که بتونم تصحیحش بکنم. بابت این اختلال اولیه من معذرت میخوام. واقعا دیگه شرایط جوریه که باید باش کنار بیاییم. قراره توی این فرصت از وبینار، توی این فرصت از مدیریت محتوا و قراردادهای محتوایی براتون بگم. من 3 تا بخش داره. تو بخش اول راجع به مدیریت محتوا میگم، توی بخش دوم راجع به مهارت‌های نرمی که اونجا نیاز داریم و تو بخش سوم راجع به قراردادها میخوام صحبت بکنم و امیدوارم که زیاد و ارائه‌ای که دارم امروز زیاد شما رو خسته نکنه و بتونم اون دیتای به درد بخوری که ارزش آفرینی میکنه رو خدمتتون ارائه بدم و همه چیز تو سر جای درست خودش قرار بگیره. اتفاقی که هستش این که بچه‌ها ما برای اینکه بتونیم یه مدیر محتوا باشیم، بعد از اینکه بازه زمانی رو تولید کننده محتوا بودیم، اگه بخوایم لول اپ بکنیم باید به این فکر بکنیم که چطوری میشه مدیر محتوا بود. برای مدیر محتوا بودن باید حتما 2 جنبه مهارتی رو توی خودمون پرورش بدیم و هر روز توش پیشرفت بکنیم. اون 2 جنبه مهارتی چیا هستن؟ یکیش مهارت‌های سخته و یکی دیگه مهارت‌های نرمه. توی این وبینار قصد دارم یه خورده بیشتر به این 2 تا بپردازم و بهتون بگم که شما بیشتر از اون که به عنوان یک مدیر محتوا احتیاج داشته باشید، به این نیاز دارید که مهارت هاتون رو به خوبی پرورش بدید و حرف برای گفتن داشته باشید، چون وقتی مهارت های شما سر جای خودش باشه و درست تو جای خودش بتونید ازش استفاده بکنید، جایگاه خودش میاد و به راحتی میتونید تعاملتون رو با افراد، مجموعه ها و هم‌تیمی های خودتون برقرار کنید. تو قدم اول میخوام از مهارت های سختی که تو مسیر مدیر محتوا شدن بهش احتیاج دارید بگم. خیلی حجمشون زیاده، تعدادشون زیاده و توی این خدای من فرصت قصد دارم چند تاشون رو نام ببرم و بگم چرا باید به اینها ارزش قائل بشیم، براشون وقت بذاریم روی اینها و تمرکز براشون در نظر بگیریم. اگر شما تولید کننده محتوای متنی هستید و قصد دارید یک مدیر بازاریابی محتوا یا مدیر محتوا بشید، قبل از هر چیزی باید به ابزارهای ارتباط برقرار کردن با مخاطبهای فارسی زبان مسلط بشید. زبان فارسی از هر چیز دیگه‌ای برای این برقراری ارتباط مهم‌تره. ما باید بتونیم به راحتی مفاهیم، منظورمون و اهدافمون رو تو بازه کلمات به مخاطبها ارائه بدیم و به واسطه کلمات با اونها ارتباط برقرار کنیم. این کلمات میتونن به عنوان یک مقاله، رپورتاج، محصول نویسی، سناریو، توییت، اسکریپت برای ویدئو یا متنی که برای یک پادکست در نظر گرفته میشه استفاده بشن. ما باید بلد باشیم منظورمون رو برسونیم و بگیم که و به واسطه این کلمات چیزایی که قراره از سمت یک مجموعه‌ای که یک خدمت یا یک محصول خاص داره رو به مخاطبه برسونیم و توانایی این انتقاله رو داشته باشیم. ما باید سوار بر کلمات باشیم. ما باید یک ارائه خوب داشته باشیم. همیشه من میگم تو جلسات مصاحبه که با بچه‌هایی که میخوان جایگاه تولید کننده محتوا یا مدیر محتوا رو داشته باشن، بهشون میگم اگر شما میتونستی خودت رو به خوبی ارائه بدی و توانمندی خوبی برای یک ارائه موثر از خودت داشته باشی، من صاحب کسب و کار میام چیکار میکنم؟ میام کار رو به شما میسپارم و از شما میخوام که ارائه محصولات و خدمات من رو به عهده بگیرید. فارغ از زبان فارسی حتما باید ما بر اون بستری که قراره توش کار بکنیم هم مسلط باشیم. دیجیتال مارکتینگ اون بستر است.
هر کسب و کاری که الان تا حالا به صورت سنتی داشته کار میکرده، از الان به بعد واقعا نیازمند اینه که تو فضای آنلاین باشه. یعنی چی؟ چند وقت پیش یک وبیناری داشت برگزار میشد توسط مجموعه گلرنگ به اسم یا مرگ یا دیجیتال مارکتینگ. خیلی اسم خوبی داشت. از چه نظر؟ از این نظر که یا شما باید از بازار، از کسب و کار و از حضور توی حوزه خودت خداحافظی بکنی، یا باید تم بدی به اینکه تو حوزه دیجیتال مارکتینگ حرفی برای گفتن داشته باشی و توانمندیت رو ارائه بدی. بچه‌ها صدای من رو چطور میشنوید؟ اونایی که صدا رو بد میشنون 1 و اونایی که خوب میشنون 2 ارسال کنید. این واقعا دیگه از بستره. اونایی که بد میشنون 1 رو ارسال کنن، اونایی که خوب میشنون 2 رو. متشکرم ازتون. پاسگزارم از همین کش که خالمونه، بخوریم پامونه. باید تحملش کنیم. هیچ کاری هم نمیشه کرد. داشتم میگفتم اگر میخواید مدیر محتوا بشید، باید اساس و بنیان بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ رو بدونید. باید بدونید که چطوری میشه یک محصول یا یک خدمت رو تو فضای آنلاین به مخاطبا فروخت. چطوری میشه باهاش صحبت کرد؟ بسترها چیا هستن؟ سکوها چیا هستن؟ درگاه‌های بانکی چی کار میکنن؟ من بدون اینکه یک محصول رو توی فروشگاه آنلاین هم داشته باشم، چطوری میتونم به بقیه ارائهش بدم و چطوری میتونم اون رو به فروش برسونم؟ این قصه خیلی حائز اهمیته. امیدوارم الان صدای من بهتر بشه. الان خوبه بچه‌ها؟ اگر فرقی کرد و یه مقدار بهتر شد من بازخورد بدید.
دوستان عرض ادب، من رو دارید یا ندارید؟ اگر منو میشنوید عدد 1، اگر نمیشنوید عدد 2 رو ارسال کنید. من دوربین رو وصل نمی کنم دیگه، فقط میخوام ادامه بدم ببینم میشه ادامه داد یا نه. یه وبکم هم استارت کنم ببینم مشکل حل میشه یا نه. امید خدا تلاشمو میکنم ادامه بدم و امیدوارم که خوب و خوش باشید، سلامت باشید، بهترین اتفاقا بیفته و خودم رو دارم همزمان میبینم که فریز شدم. داشتم میگفتم که ما برای اینکه دوچرخه سواری یاد بگیریم، برای اینکه از دوچرخه استفاده بکنیم یا برای اینکه از موتورسیکلت استفاده بکنیم، باید بدونیم که چجوری شمعش رو تمیز کنیم، چجوری چند وقت یه بار یه روغن ریزی انجام بدیم یا تعویض روغن باید براش انجام داد. مسلماً وقتی ما داریم از بستری مثل محیط CMS ها یا فضای اینترنت استفاده بکنیم، ناچاریم که یه سری از اجزا و ابزارهاش رو بلد باشیم، مخصوصا اگر قرار مدیر محتوا بشیم و بخش عمده توانمندی‌ها و بستری که یک مدیر محتوا روش کار میکنه کجاست و چیه. سجاد عزیز امیدوارم خوب باشی سجاد جان، خوشحالم که در خدمتم. امیر جان دیجیتال چه
امیر جان هستی؟ صدای منو داری؟ میکروفون اسپیکرت رو قطع بکنی؟ اوکی. من ادامه میدم دوستان. سفر رو هم شیر کردم و انشالله در خدمتتون هستم. داشتم راجع به این بحث میگفتم، اصلا الان هستن دوستان توی جلسه ما؟ خب من ادامه میدم دوستان. داشتم راجع به این میگفتم که ما چه مهارت‌های سختی رو حتما باید بهشون مسلط باشیم و بلدشون باشیم. درسته؟ تصویر من بستم که راحت بتونم ارتباط با شما داشته باشم. من یه لحظه این شیرینگرم برش دارم، استاپ شیرینگ، یک بار دیگه صفحه رو شیر کنم که راحت‌تر و جواب‌تر باشه قضیه. خب انشالله الان دارید به صورت واضح و ساده ما رو میبینید و این خودش خیلی ارزشمنده. خب این نظرم این طرف یه F11 اینجا بزنم که خیلی راحت‌تر و ساده‌تر ببینیم قضیه از سر. خب ما یه مقدار نباید به خوبی و به صورت کامل به زبان فارسی مسلط بشیم. باید بدونیم که زبان فارسی چطوری به واسطه اون میتونیم ارتباط برقرار کنیم با مخاطب‌ها و چطوری میتونیم با مخاطب‌ها حرف بزنیم. باید یه پیش‌زمینی از دیجیتال مارکتینگ داشته باشیم. اساس و مبانی فروش رو بدونیم و بلد باشیم که چجوری میشه محصول فروخت به مخاطب‌ها. تو قدم بعدی حتما باید یه مقدار برنامه‌نویسی بلد باشیم. توجیهش رو هم این گفتم که شما وقتی که سوار ماشین میشی باید بدونی که چجوری بهش بنزین بزنی، چجوری پنچرگیری انجام بدی، فرق شم با دلکو چیه. حالا من انقدر هم دقیقاً نمیدونم، اما چیزی که میخوام بگم اینه که مهمه که زمین بازی رو بلد باشیم و بتونیم ارتباط برقرار کنیم با اون محصول یا اون زمین یا اون بستری که قراره توش با مخاطبا ارتباط بگیریم. کسی که به عنوان مدیر محتوا توی یک کسب و کاری ورود میکنه باید فهمی درستی از وب 1 و وب 2 و وب 3 داشته باشه. وب 1 اون بستر اینترنتی هستش که ما به واسطه داشتن یک وبسایت توی اون تلاش میکنیم با مخاطب هامون توی سرزمین خودمون ارتباط برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی که من یه وبسایتی دارم به اسم yahoo.com، هر کسی میاد اینجا از خدمات من استفاده میکنه. هر کسی به اینترنت وصل میشه میتونه ازش استفاده بکنه. من موکول به این نیستم که صفحه و پیج اینستاگرامم توسط یه نفر بند بشه یا قوانین اون رو بخوام رعایت بکنم. نه، خیلی راحت هر روشی که بخوام رو اینجا اعمال میکنم و طبق همون پیش میبرم. اینجا سرزمین منه، هاست برای منه، دامنه برای منه و طبق قوانین خودم با مخاطبا ارتباط برقرار میکنم. حالا توی وب 2 چه خبره؟ توی وب 2 قصه از این قراره که شما به واسطه بسترهایی که توسط غول‌های فناوری یا نه توی سوشال مدیا فراهم میشه تو اون بسترها فعالیتت رو پیش میبری. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا میایی تولید محتوا میکنی توی اینستاگرام، میری سراغ فیسبوک، توی یوتیوب محتوا تو تولید میکنی و باید تن به قوانین اون بدی. باید تو چارچوب اون با مخاطبات تعامل کرده باشی و ارتباط گرفته باشی. وب 3 چیه؟ وب 3 کاملا بر اساس استراکچر بلاکچین و غیر متمرکز برنامه‌ریزی شده که پیشنهاد میکنم سر حوصله برید راجعش مطالعه کنید و بیشتر و بیشتر بدونید که هر قدر بدونید میفهمید که چقدر نمیدونید. حالا چرا میگم SEO مهمه؟ چون وب 1 برای هر شرکتی، هر سازمانی، هر ارگانی اهمیت داره. از این نظر که باید به واسطه وب 1 بتونه یک وبسایت داشته باشه و تو این وبسایتش که سرزمین خودش هست جایگاه درستی رو برای مخاطب‌ها از نظر مایند مپی ایجاد بکنه. کسی نوشت ارسال مرسول از عراق به ایران، کسی نوشت خرید بیت کوین، کسی نوشت بلیت ربات کریم، به راحتی بتونه به اون کسی که اون محصول رو داره و اون خدمت رو داره ارائه میده وصل بشه. شما وقتی SEO بلد باشی به عنوان مدیر محتوا خیلی راحت میتونی تارگت ها و اهدافی رو برای مجموعه‌ای که داری باش کار میکنی مشخص بکنی و به واسطه اون تارگت ها یه کاری کنی که مخاطبه نزدیک بشه به اون کسب و کاره. وقتی که شما مدیر بازاریابی محتوایی هستی حتما باید فرق این باند مارکتینگ و اوتباند مارکتینگ رو بدونی. بازاریابی محتوایی از اون روش‌های جذابیه که قرار نداره که به واسطه
بستر و محتوایی که تولید میشه کارفرماه به سمت کسی که بهش احتیاجی داره بره یا اون خریداره بره. خریداره که میاد به سمت ما و قاعده بازیش از این نظره که اختصاصی و خاصه. کسی که قرار مدیر محتوا بشه باید استراتژی محتوا بدونه، باید بلد باشه. اصلا استراتژی یعنی چی؟ استراتژی یعنی هنر تخصیص منابع، یعنی که من بلد باشم که چطور میتونم منابع رو کنترل کنم و اونها رو مدیریت بکنم. 1000 تومان پول تو جیبم دارم، کسی فحش هم بهم نمیده. 1 میلیارد تومان پول تو جیبم دارم، حالا من آدم حساب میکنم و قرار بر این دارم که به این واسطه یک کسب و کاری رو معرفی بکنم. میام منابع رو در نظر میگیرم که مخاطب هدفش کجاست. مخاطب هدفش تو اینستاگرام دنبالش میگرده یا توی وبسایت، توی یوتیوب میشه اونا رو پیدا کرد، یا باید برم سراغ لینکدین. تارگت رو مشخص میکنم و بررسی میکنم که چقدر خرج بکنم، چقدر لید تولید کردم. استراتژی محتوا به این ساختاره ربط داره که حتما قبلش برای ورود بهش و آماده کردن سندش که معمولا هم میذارن تو کتابخونه‌شون و خاک میخوره، شما نیازمند این هستید که نیازمند این هستید که دانش و تحقیقات بازار داشته باشید. کسی میتونه یک مدیر محتوای خوب و موثر باشه که به تولید محتوا مسلط باشه. هفته پیش بود یه توییت نوشتم بچه‌ها من واقعا معتاد تولید محتوا هستم. صبح تا ظهر تمرکزم روی بازاریابی محتوایی، ظهر تا عصر یا تا شبا وقتم رو میذارم تولید محتوای متنی. یه روز در میون ضبط ویدیو دارم و آخر هفته هم دارم پادکست رکورد میکنم. دقت میکنید؟ کسی که دیوونه این حوزه باشه باید بره توش. یکی از دوستان میگفت که خوش به حال اون فردی و خوشبخت اون فردیه که تو زمینه‌ای کار بکنه که بهش علاقه‌منده و عاشقشه. و امیدوارم برای شما اینطوری باشه. یکی مثل من کیف میکنه با این مسیره و هر روز یه چیز جدید کشف میکنه و سعی میکنه از اون یه چیز جدید استفاده بکنه. دنیا هم هر روز یه چیز جدید برای من برمغان میاره. امیدوارم برای شما این شرایط پیش بیاد. کسی که به عنوان مدیر محتوا قراره توی مجموعه کار بکنه باید بدون هویت بصری چیه، باید هرو از به تشخیص بده، باید دیزاین سیستم رو درک کنه، بدونه که رنگ قرمز فرقش با رنگ آبی چیه، کدومشون اطمینان و اعتبار بیشتری رو انتقال میدن، بدونه که رنگ صورتی با رنگ سبز تفاوت‌هایی داره که تو چه کسب و کاری از رنگ صورتی و تو چه کسب و کاری از رنگ سبز باید استفاده کرد. بدونه که دیزاینی که برای وبسایت و قالب وبسایت استفاده میشه متفاوت از دیزاینی که برای پست ها و کاور های اینستاگرام یا استوری های اینستاگرام استفاده میشه. باید یو ایکس رایتینگ رو از یو ایکس تشخیص بده و اینها رو از هم جدا کنه. کپی رایتینگ رو بتونه فهم درستی ازش داشته باشه. یو آی بدونه. بچه‌ها یک مدیر محتوا خوشبختانه یا متاسفانه باید همه فن حریف باشه، باید از همه چیز سر در بیاره و سر تو هر چیزی بکنه. چرا؟ چون هر چیزی که توی سازمان وجود خارجی داره و به واسطه اون کارفرما یا اون کسب و کاره داره با مخاطب ارتباط برقرار میکنه چیه؟ مهمه. آیتم بعدی که میخوام بابتش صحبت کنم، چرا رفت این طرف؟ خب صفحه من پوکیدس، چرا این پوکیدس؟ اجازه بدید من یه بار دیگه اینو باز کنم بچه‌ها. یه لحظه ازتون پوزش میخوام. چرا اینجوری میشه بعضی وقتا؟ خب یه بار دیگه میام اینجا. خب کجا بودم؟ اینجا بودم. راجع به یو آی صحبت کردم. بچه‌ها اگر علاقه من بودید و شرایطتون جور بود خوشحال میشم دوربیناتون رو روشن کنید. اینجوری میفهمم که چند نفر دیگه تو این جلسه هستن و اگر سوالی هم داشتید تو کامنت ها بپرسید. من خوشحالم این طرف توی مانیتور بازه کامنت ها برام که بتونم جواب بدم. آقای توکلی بچه‌ها پروژه سئو نداره. اگر پروژه سئو دارید باهاش ارتباط بگیرید و بهش پروژه بدید بچه‌ها. خوشحال میشم این اتفاق بیفته. اینجا آدرس لینکدین تو اینجا ارسال کن.
بچه‌ها از نقش ابزار نباید غافل بشید. کسی که مدیر محتواست باید مسلط باشه به ابزار. باید بلد باشه که ابزارهای مدیریت تسک چیا هستن. ترلو، میزیتو، کلیکاپ یا هر ابزار دیگه‌ای که به واسطه اون ما میتونیم تسک ها رو مدیریت بکنیم به شدت حائز اهمیته. نه که فقط تیم داشته باشم و بخوام به واسطه اون صورتیه تو گوگل شیت دارم، باید بلد باشم، باید بتونم جلساتم رو توی گوگل میت کنترل و مدیریت بکنم، گوگل داک رو استفاده بکنم و بدونم که به تازگی آپدیت داده و به راحتی میتونم توش تب ایجاد بکنم و هیچ داکیومنت و سندی مثل قبل که ما گوگل داک نبود و از مایکروسافت ورد استفاده می‌کردیم نباید گم بشه با قطع برق و همه چیز باید دسته‌بندی شده و همیشه رو بستر ابری قابل دسترس باشه. کسی که به عنوان مدیر محتوا داره فعالیت میکنه باید یک بستر رو برای ارتباط برقرار کردن استفاده بکنه و تو چارچوب زمانی که تعهد داره آنلاین باشه. تجربه من میگه تلگرام یک ابزار بی‌نقصه، از این نظر که دیتاها رو به صورت کامل نگه میشه داشت توش. از اون طرف شما میتونی به واسطه همون تولید محتوا انجام بدی، هر جایی به ذهنت رسید و تعامل دو طرفه و بی‌نقصی رو با رقبات، با رفقا و دوستانت داشته باشی. کسی که به عنوان مدیر محتوا فعالیت میکنه و میخواد جایگاه داشته باشه باید به وردپرس مسلط باشه، باید ابزونه‌هاش رو بشناسه، لوکال هاستش قبل از این تست کرده باشه، نه مثل من که از هولوش 17-18 سال پیش درگیر وردپرسم و قبلش هم حالا از ابزارهای مثل جوملا استفاده می‌کردم. بچه کسی هست اینجا از ابزارهای مدیریت محتوا غیر از وردپرس و جوملا استفاده کرده باشه؟ اگر هستید و تجربهشو دارید خوشحال میشم اسمش رو اینجا بنویسید، برام جالبه ببینم. شما باید المنتور رو بلد باشید. صفحه سازها هی دارن کمرنگ و کمرنگتر میشن چون گوتنبرگ و بلاک ادیتور داره جایگاه خیلی خوبی رو ایجاد میکنه و برای خودش متصور شده و تو آپدیت های پیش روی که وردپرس داره شک نکنید انقدر این بلاک ادیتور قدرتمند میشه که دیگه اصلا ابزاری مثل المنتور معناش رو از دست خواهد داد. کما اینکه ما خیلی وقت پیش وقتی کلاسیک ادیتور بود باورمون نمیشد یا ابزارهای دیگه‌ای که خیلی هم صفحه سازهای زیادی بودن باورمون نمیشد که یه چیزی مثل المنتور بیاد و همه چیز رو تحت تاثیر قرار بده. کسی که مدیر محتواست باید بتونه به واسطه وردپرس و هر CMS دیگه‌ای صفحات وب رو به درستی طراحی بکنه، آیتم ها رو کنار هم دیگه بچینه، رسپانسیو بودن و نبودن رو درست و اصولی برای دیوایس های مختلف تست بکنه. یه برنامه‌نویس کنار دست شما خواهد بود، اما خودت هم باید یه سری کارهای اولیه رو از پسش بر بیایی و بتونی انجامش بدی. بچه‌ها صدا تصویر من رو دارید؟ اوپن کارت متشکرم، ممنونم. آی پورنصیر متشکرم. مگنتو بله شما که خودت استادی امیر جان. متشکرم از همگی رفقا و دوستان عزیز. خب بچه‌ها تو ادامه میخوام از مهارت‌های نرم بگم که اصلا راجبش جایی حرف زده نمیشه. بالغ بر 90% از افرادی که من جاهای مختلف میبینم و باهاشون گپ و گفت میکنم بدون اغراق توانمند، من دارم تلاش میکنم به واسطه زوم کردن یه کاری کنم که درست نمایش بده، اما واقعا چقدر ابزار سخته. اینو بزنم اینجوری میشه، بس ببینم چه جوریه دیگه. خب یکی از چیزهای خیلی مهمی که حائز اهمیته اینه که شما بتونی توانمندیت رو ارائه بدی. اینو داشتم میگفتم 90% افرادی که من باشون ارتباط دارم و سراغ من میان و از جایگاه‌های مدیر محتوایی میپرسن عزت نفس و اعتماد به نفس مدیر محتوا شدن رو تو خودشون نمیبینن، به خاطر اینه که مهارت سخته رو دارن اما مهارت نرمه رو ندارن. توانایی ارتباط برقرار کردن، ارائه خودشون تو جایگاه درست و تیمداری و رهبری رو ندارن. برای اینکه شما بتونی به جایگاه خوبی از نظر مالی و درآمدی دست پیدا بکنی باید واقعیه که بتونی چیکار کنی، خودت رو خوب ارائه بدی
و به واسطه مهارت‌های نرمی که داری، حتی اگر تو چیزی مهارت سختم نداری، کم نیاری. سفت و سور وایسی و بگی آره من هستم و میتونم و دارم کارم رو انجام میدم. و حتی بری یاد بگیری که این اتفاق برای خود من بارها افتاده. خیلی چیزا بوده که نمیدونستمشون، خیلی چیزا بوده بلدشون نبودم، اما تلاش کردم به مرور زمان روی اونها کار کنم و یاد بگیرم. یکی از مهمترین آیتم هایی که توی مهارت نرم مؤثره و باید واقعی ما روش باید وقت بذاریم و توانمندی بابتش داشته باشیم چیه؟ رهبریه. ما باید بتونیم الهام بخش باشیم و هدایت تیم برای دستیابی به هدف رو برای اهداف بازاریابی پیش ببریم. ارتباط مؤثره. یعنی چی؟ یعنی توانایی انتقال ایده ها رو و ارائه بازخورد سازنده رو داشته باشیم. تفکر خلاقانه است که به واسطه اون ایده های نوآورانه رو برای تولید محتوای جذاب و خلاقانه انتقال بدیم، بتونیم سناریو بنویسیم و بتونیم تعامل برقرار کنیم و یه کاری کنیم که بچه‌ها دور هم دیگه خوب فکر کنن و بشه نتیجه گرفت و خروجی در آورد. حل مسئله خیلی مهمه. یه توانمندیه که واقعا تو رده‌های بالای این مملکت اصلا وجود نداره. اصلا نمیدونن مهارت نرم چیه. الحمدلله یا نه الحمدلله نه، متاسفانه. چالش‌ها و راهکارها رو شناسایی بکنیم و بتونیم به واسطه خلاقیت و یک برنامه عملیاتی درست تو بازه‌های کوتاه مدت و بلند مدت حل و فصلش کنیم. یکی از مهارت‌های مهم مدیریت زمانه که من به عنوان کسی که مدیر محتوا هستم باید زمان رو تو چنته داشته باشم. بچه‌ها تنها محدودیت ما آدم‌ها روی کره زمین، تنها چیزی که نمیتونیم روش کنترلی داشته باشیم هیچ وقت زمانه. فقط میتونیم بشماریمش. نقطه‌ایه که ما هیچ توانمندی توی کنترلش نداریم. در جریان باشید. یکی از علاقه‌مندی‌های من دنیای ساعت هاست. میدونید چرا؟ چون باید حواسم بهش باشه. چون زمان چیزیه که من هیچ کنترلی روش ندارم و نواقص من رو و کم توانمند بودن من رو به رخم میکشه و میگه که تو فقط تو این یه نقطه نمیتونی کاری بکنی. پس باید حداقل کاری که میکنم اینه که تو چنته داشته باشم، حواسم بهش باشه و اینه که ساعت جذابه برای من. کسی که به عنوان مدیر محتوا قرار جایگاه داشته باشه باید توانمندی مذاکره داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که باید بتونه به راحتی حرفی داره، منظوری داره و ارائه‌ای داره، هر جوری که میخواد این رو با مخاطبهاش و افرادی که دارن تو تیمش باش کار میکنن و رئیسش حتی به راحتی چیکار کنه؟ قانعشون بکنه. وقتی میخواد توی جلسه وارد بشه بدونه که تهش قراره چجوری بیاد بیرون و همون جوری که میخواد بیاد بیرون. شما به عنوان مدیر محتوا مگه تنت میخوره که بخوای مدیر محتوا بشی؟ میدونی چرا؟ چون فقط پر از چالشه. شما هر روز تو بهترین حالت شب عید دقیقاً به من زنگ زده رئیس یک کمپانی بزرگ که آقا فلان محتوایی که منتشر شده فلان جا ایراد داره، حذفش بکنید. چقدر هم برای اون ویدیو زحمت کشیده شده بود. ما باید توانمندی اینو داشته باشیم که قانعش بکنیم که آقا باشه، چشم، تصحیحش میکنم سریعا، آدمایی که رفتن تو سفرن رو به صف بکنی که این محتوای درست بشه و دوباره بارگذاری بشه و تایید اون طرف رو بگیری. تو باید بلد باشی چجوری متقاعد بکنی آدمایی که اطرافت هستن. بچه‌ها کی خسته است؟ به من یه بازخورد بدید. اگر باور میکنید علی پوربافرانی که الان تو این جلسه است صبح ساعت 6 پا شده رفته، 2 ساعت تو راه بودم و دقیقاً ساعت 6 عصر و 58 دقیقه رسیدم خونه که بتونم تو این جلسه در خدمتتون باشم و مدام استرس داشتم. به امیر جانم گفتم امیر دعا کن برسم. اتفاقی که هستش این که نباید این موقعیت ها رو از دست داد. نباید کوتاه بیاییم. خواسته های ما خیلی زیادن و آدمایی که کوتاه میان به اون چیزایی که باید نمیرسن. اگه کوتاه نیایی مطمئن باش اگر تو مسیر باشی میتونی به اهدافت برسی. این یه قلقه. کسی که مدیر محتوا میشه باید بلد باشه زندگی کنه به نظر من قبلش. چرا؟ چون قرار محتوایی ایجاد بکنه که قرار
به واسطه اون محصول یا اون خدمته روی زندگی آدم‌ها تأثیر بذاره. یه نقطه کوچولو بشه. باید برندینگ بلد باشه. همدلی ایجاد بکنه. درک نیازها و احساسات اعضای تیم رو بتونه به خوبی انجام بده. تو بحث مدیریت استرس حتما باید بدونه که تو شرایط بحرانی و فشارها نباید جیغ کشید. باید جیغ کشید بری تو ماشین در ماشین رو ببندی شیشه ها رو هم بدی بالا جیغ بکشی، اما نه جلوی نیرویی که همیشه تو رو باید قوی ببینه. خود انگیزشی باید بلد باشه. حفظ انرژی و انگیزه توی پیشبرد پروژه ها رو باید بدونه. همه آدما باید دور هم دیگه حرف بزنن. باشه شرایط. من یه جمله‌ای دارم تو همه پروژه‌ها به بچه‌ها میگم. افتخار میکنم به همراهیش. همیشه میگم همیشه یه جای کار بیلنگه. میدونی برنده کیه؟ برنده اون کسیه که بلده با پای لنگ خودشو به خط پایان برسونه. تو مملکت داریم فاجعه است وضعیت. قیف هست قیر نیست، قیر هست قیف نیست. یه روز برق نیست، یه روز اینترنت نیست. یه روز فیلتر شکنمون کار نمیکنه، یه روز همه چی قطعه. اونی که کوتاه بیاد قطعا نه، اما کسی که قرار مدیر محتوا باشه باید کار تیمی بلد باشه، همکاری موثر با تیم‌های مختلف رو به خوبی بلد باشه و بتونه از پسش بر بیاد. تفکر استراتژیک باید داشته باشه، برنامه‌ریزی بکنه برای دستیابی به اهداف بازاریابی بلند مدت. قابلیت سازگاری باید داشته باشه. یعنی چی؟ توانایی مدیریت تغییرات سریع تو روندهای استراتژیک رو بلد باشه. مدیریت تعارض بدونه. یعنی حل اختلافات بین اعضای تیم رو به یک شیوه حرفه‌ای انجام بده. هر کسی داره از زاویه خودش به این موضوع نگاه میکنه. بچهای سئو میگن ما این محتوا می‌خوایم این شکلی باشه، بچهای تولید محتوا میگن ما می‌خوایم این محتوا اینجوری باشه، کسایی که دارن مدیا تولید میکنن هم ساز خودشونو میزنن، کارفرما و تیم فروش هم داره ساز خودشو میزنه. هر کسی یک لحن داره و داره از منافع خودش صحبت میکنه. اینجاست که مدیر محتوا باید به عنوان یک کاتالیزور عمل بکنه و حرف و حدیث همه رو جوری ارائه بده که بتونن تو یک سرزمین مشترک با هم قدم بزنن و بتونه تصمیمای درست بگیره. چیزی که تو این 40-50 سال حکومت جمهوری اسلامی ما اصلا هیچ خبری ازش نداریم. مدیر محتوا باید هوش هیجانی خوبی داشته باشه. یعنی چی؟ بچه کسی هست ندونه هوش هیجانی چیه؟ آقای توکلی گفته شکستی بیهوده است که فاقد مبارزه باشه. به بازیم هم تجربه است. آره تونستم درست بخونم آقای توکلی. کسی هست ندونه هوش هیجانی چیه بچه‌ها؟ اونایی که نمیدونن بگن 2، اونایی که میدونن بگن 1. متشکرم. از آقای توکلی یاد بگیرید بچه‌ها. پایه است، سر کلاسه و واقعا دمش گرم. هوش هیجانی همون چیزیه که شما به واسطه اون میتونی چیکار کنی؟ میتونی مدیریت احساسات داشته باشی و دیگران رو برای بهبود روابط کاریشون راهنمایی بکنی، حتی خودت رو. سجاد جان بلدن. شبکه سازی، ایجاد ارتباط موثره. کسی میتونه ادعای این رو بکنه که یک مدیر محتوای خوبه که میتونه به واسطه یک بستر ارتباطی آنلاین با آدم‌ها ارتباط بگیره، چون قراره تو این بستر مخاطب و مشتری پیدا کنه، چون قراره تو این بستره یک کسب و کار رو جون بهش بده. بازخورد دادن و گرفتن، باید بدون بازخورد چیه، برای هر بازخوردی چقدر باید ارزش قائل باشه، کجا اینا رو بگیره و چه جوری با تیم محتوا که تولید کننده و نبض این رونده هستن در میونشون بذاره برای حل و فصلش. باید تفکر تحلیلی بلد باشه. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تصمیم گیری بهتر رو بهش میگن تفکر تحلیلی. مهارت‌های ارائه داشته باشه. انگیزه تیم رو بالا نگه داره. از عناوینشون معلومه. چیزای به شدت ساده‌ای به نظر میرسن بچه‌ها، اما علنا کمیت اکثر افرادی که من میبینم توی کسب و کارهای مختلف مشغول کارن و نمیتونن به اهدافشون برسن، توی این قسمت‌ها میلنگه. نه مهارت ارائه خودشون رو دارن، نه میتونن یه تیم رو دور خودشون جلب و جذب بکنن.
تا اینجا راجع به 2 تا بخش از ارائه خودم صحبت کردم. اول گفتم که چطور ما میتونیم مهارت سخت داشته باشیم و این مهارت سخت شامل چه عناوینی میشه برای مدیر محتوا بودن. تو قسمت دوم اومدم گفتم که مهارت نرم چیه و شما چه مهارت‌های نرمی برای یک مدیر محتوا شدن و جایگاه داشتن توی این حوزه نیاز داری. آیتم بعدی که میخوام راجعش صحبت کنم و احتمالاً شیرین ترین بخش این ارائه قراردادها تو حوزه بازاریابی محتوایی. بچا همین اول برم سراغ اصل مطلب. به نظر بنده حقیر، تیم بازاریابی محتوایی توی هر مجموعه‌ای همون تیمیه که زیر مجموعه‌اش تیمیه به اسم تولید محتوا، تیمیه به اسم گرافیک یا مدیا که هم محتوای تصویری، هم محتوای ویدئویی، هم محتوای صوتی خلق میکنه و یک مجموعه دیگه‌ای هم زیر مجموعه‌اش به اسم تیم SEO که من تلاش میکنم تو این 2 تا زاویه به این موضوع بپردازم. و قصد من از ادامه مسیر اینه که تو 3 تا فاز قراردادهای حوزه بازاریابی محتوایی رو بررسی کنم برای شما. مدیر محتوا کیه؟ یک آیتم مدیر محتوا رو میخوام بررسی کنم. یک آیتم میخوام کارشناس محتوا رو بررسی کنم و یک آیتم هم میخوام کارشناس SEO رو بررسی بکنم. مدیر محتوا کسیه که رشد ترافیک ارگانیک وبسایت به عهده‌شه. درصد مشخصی رو تا یه بازه زمانی خاص باید به کارفرماش ارائه بده. نرخ تبدیل بازدیدکننده به مشتری رو باید بهش مسلط باشه. باید کمپین موفق داشته باشه. یعنی یک برنامه‌ریزی بکنه بگه من تا تاریخ فلان قدر به شما برای شما ایمپرشن آماده میکنم یا فلان تعداد از کلماتی که مد نظر دارید توی فلان رتبه ها قرار جایگاه کسب بکنه یا فلان تعداد لید برای شما میارم. افزایش تعامل مخاطبان با محتوا رو هر روز رصد کنه. ابزارهاش چیا هستن؟ کلاریتی، هاجر و یاندکس ابزارهایی هستن که خیلی هم مرسوم داره ازشون استفاده میشه. مدیریت به موقع پروژه ها و رعایت مهلت‌های زمانی رو بلد باشه. مدت قرارداد فردی که به عنوان مدیر محتوا داره کار میکنه، بله بچه‌ها هر کسی فایل قرارداد خواستش به من پیام بده، من در خدمتش هستم که بتونم بهش ارائه بدم. یه مجموعه از فایل قراردادی هستش که تقدیم حضورتون میکنم. توی تلگرام در خدمتتون هستم. کانال محتوا تراپی یا از طریق آکادمی نود در اختیار آقای پورنصیر بزرگوار قرار میدم. از ایشون هم میتونید بگیرید، هیچ مشکلی هم نیستش. مدت قرارداد برای مدیرای محتوا 3 تا 6 ماهه معمولاً، اما برای تاثیرگذاری و دستیابی به KPI های مؤثر حداقل شما به 1 سال زمان نیاز دارید. خودمونیم همگی میدونیم که کسی که داره به عنوان یک مدیر محتوایی جا مشغول میشه توی وب 1، شما خروجی کارتون هر اکتی که الان انجام میدید 6 ماه دیگه در میاد و 6 ماه دیگه است که میتونید یه خروجی قابل ارائه به کارفرماتون بدید. این پرسونال رو تو گوگل کنسول، تو انالیتیکس یا تگ منیجرتون ثبت بکنید و بگید این تعداد لید داره به ازای این کیوردها جلب و جذب میشه. بچه‌ها صدای اطراف میاد؟ چون اطراف من خیلی شلوغه. یا فقط صدای من رو دارید؟ یعنی همه صدا رو دارید میشنوید؟ خب صبر کنید یه لحظه ببینم. الان چطوره بچه‌ها؟ چرا نمیگید؟ الان بهتر شد یا فرقی کرد یا نکرد؟ 1 2 3 قبلی بهتر بود. سجاد شما عادت داری به خاطر اینه. خوبه چون فکر میکنم فرقی نکرد. من احساس میکنم اینجوری شاید نویز کمتر باشه. خب آیتم بعدی که میخوام بگم، مبلغ قرارداد توی مدیرای محتوا الان توی سال 1400 تو پاییزش با توجه به دلار 2 تا بالا 3 تا پایین 75 6 تومانی 30 تومن تا 50 تومن حداقلش و شما باید تمام وقت تمرکزتون رو روش بذارید. چقدر تجربه داری؟ دفعه اولت توی پروژه‌ای داری اد میشی، پس نمیتونی ادعا بکنی که میتونی مدیر محتوا باشی. شما باید سلسله مراتب رو طی کرده باشی. به زعم من مدیر محتوا کسیه که توی یک سازمان تونسته از یک تولید کننده محتوایی که بلد کاره توی اون حوزه کاری رشد بکنه و به ابزارها، مسیرها، مخاطبها و بسترها مسلط بشه و بعد حرفی برای گفتن داشته باشه.
اگه تولید کننده محتواست که عددش مشخصه و بعدا بهش میپردازیم و یواش یواش بعد خودش رو به ماهیانه مدیر محتوا نزدیک بکنه که مثلا بخواد 40-50 میلیون تومان درآمد داشته باشه. شما باید قدر این عددی که دریافت قراره بکنید که قرار نیست این توهم براتون ایجاد بکنه، برای سازمان ارزش ایجاد کرده باشید. واقعا ارزش ایجاد میکنید که اینقدر دریافتتون باشه؟ برید بهش فکر کنید ببینید واقعا اون جایگاه رو دارید یا نه، به این چیزایی که تا الان گفتم بلد هستید یا نه، میتونید یک سازمان رو به اون جایی که میخواهید برسونید یا نه. وظایف چیه؟ کارفرما باید یک استراتژی کلان و منابع لازم رو در اختیار شما قرار بده و بازخورد مستمر بهش بدید و مدیر محتوا باید تدوین استراتژی بکنه، خلق محتوا رو رویه‌اش رو بچینه و فرآیند داشته باشه و خودش روند تولید محتوا رو بالا سرش باشه و به عملکرد تیم کاملا نظارت بکنه و یک سری گزارش دوره‌ای ارائه بده. کارشناس تولید محتوا چطور؟ کارشناس و تولید کننده محتوا نه کارشناس بستگی داره، این بستگی به نوع قراردادی که دارید داره، اما نه تو پروژه ها مدیر محتوا مسئولیت داره آقای توکلی و نکته‌ای که هستش اینه که حسب اون قراردادی که می‌بندید قصه متفاوته. نکته مهم اینه که قرار نیست خود مدیر محتوا هزینه‌ها رو پرداخت کنه، قرار خود کارفرما هزینه‌های تولید محتوا رو پرداخت کنه. کارشناس تولید محتوا یا تولید کننده محتوا کسیه که ما بهش بریف‌های محتوایی رو ارائه میدیم و قرار تولید محتوای مشخصی رو توی ماه برای ما انجام بده. تعهد میکنه این تعداد محتوا رو برای ما آماده بکنه و تحویلمون بده. افزایش زمان ماندگاری کاربران توی صفحات، تایم آن سایتی که داریم، نرخ تعامل محتوا، لایک و کامنت و اشتراک گذاریش و رعایت دستورالعمل‌های برندسازی و بهینه‌سازی برای بحث SEO از مهمترین آیتم‌هایی که تولید کننده محتوا و کارشناس محتوا باید بهش مسلط باشه. معمولا هم قراردادهای محتوایی تو بحث کارشناس هاشون به صورت پروژه‌ای یا ماهیانه است. میگیم آقا ما 100 تا لندینگ داریم، 50 تا محصول داریم، 2 تا دونه مقاله نیاز داریم، اینا رو بیاید برای ما آماده بکنید. کارشناس میاد بالا سر کار یا اون تیم میاد و این کارا رو انجامش میده. یا اینکه نه من بهش میگم من هر هفته این تعداد محتوا یا هر ماه این تعداد محتوا رو نیاز دارم و منم تو برنامه‌اش میذارم و انجامش میده. معمولاً پروژه‌های تولید محتوا به ازای کلمه یا به ازای ساعت رویه‌هاشون چیده میشه. کلمه‌ای بین 250 تومان تا 600,000 تومان، 600 تا تک تومانی به ازای هر کلمه بسته به زبان و کیفیت و تخصصی بودن و تعداد و امثال هم، و برای ساعتی هم از 50-60 تومان تا 200,000 تومان به ازای هر ساعت هست که ماهیانه 10 تا 25 میلیون تومان درآمده. اما اکسپشن داریم. همین الان حی و حاضر یکی از بچهای تیم محتوا تراپی که تیم محتوا تراپی رو معرفی نکردم، انقدر اول قطع و وصل شد آقای پورنصیر، انقدر قطع و وصل شد که اصلا یادم رفت بگم و تیم رو معرفی کنم و سرقه خودم رو بگم. یکی از بچهای تیم محتوا تراپی که تیم محتوا تراپی شامل 60-70 تا نویسنده هستش الان که دارم با شما صحبت میکنم، ماه پیش هولوش 120 تومان دریافتیش بود با افتخار. اگه باور میکنید فقط هم تمرکزش رو تولید محتوای متنیه. یه بار من توییت نوشتم که 53 تومان دریافتی اون ماهش بود، بچه‌ها کلی اومدن حرف و حدیث پشت این قصه ایجاد شد و الی آخر، اما دیگه ادامهش ندادم و واقعا نوش جونش. کسی که کاربلده میدونه داره چی کار میکنه و خوب از ابزار استفاده میکنه. شاید شما از من بپرسید که کارشناس تولید محتوا میتونه از AI استفاده بکنه و استفاده از هوش مصنوعی تو تولید محتوای متنی اشتباه درست غلط انجام دادنش درسته یا نه؟ میدونید جواب من چیه؟ حافظ 600-700 سال پیش جواب رو داده. حضرت حافظ میفرمایند بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه بلد کاری، اگه سوار موضوعی، اگه میدونی خروجی باید چی باشه، اگه ویراستاری رو خوب بلدی، اگر میتونی تو چارچوب SEO محتوای مؤثر خلق بکنی، اگه به کلمات و زبان و ارتباط برقرار کردن با مخاطبت مسلطی، برو از AI هم استفاده بکن. اما درست، نه برای سنبل کردن محتوا، برای یک ارائه درست که بتونه تأثیری بذاره و یک ارزش آفرینی برای مخاطب، برای اون کارفرمای داشته باشه. خیلی از افراد میپرسن کارفرما، من همین دیروز بود با بچه پارسبک جلسه داشتم که یک منازعاتی براشون پیش اومده بود بابت اینکه
با ما بچهای تیم تولید محتوا با تیم SEO به چالش خوردن و الی آخر اومده بودن نامه داده بودن و راجع به گودرز و شقایق صحبت کرده بودن و الی آخر. نکته‌ای که میخوام بگم اینه که هیچ ابزاری به صورت دقیق نمیتونه تشخیص بده که شما داری از AI استفاده میکنی. همشون ایراد دارن. اما کسی که کارش تولید محتواست با یه نگاه میتونه تشخیص بده که اوضاع از چه قراره و شما که تولید کننده محتوا بودی چند مرده حلجی. بچا هر قدر که بلد کار باشید و جنم داشته باشید و خاکشو خورده باشید میتونید درآمد داشته باشید. بستگی داره کجا هستید، تو چه سرزمینی دارید قدم میزنید و به چه زبان و تو چه تخصصی تولید محتواتون رو انجام دادید. کارفرما ارائه موضوعات و منابع و دستورالعمل‌ها رو انجام میده و وظیفه کارشناس تولید محتوا تحقیق و تولید محتوا و بینه‌سازی محتوای متنی و درج تصویر و محصول نویسی و دیتاهای درست تو صفحات محصول. آیتم بعدی چیه؟ کارشناس SEO که خیلی هم سرش چالشه. KPI های کارشناس SEO چیه؟ بهبود رتبه سایت توی گوگل، کلمات کلیدی مشخص، افزایش ترافیک ارگانیک به درصد مشخص، بینه‌سازی سرعت سایت و رفع مشکلات فنی، تعداد لینک سازی‌های موفق ماهانه و امثالهم. مدت قراردادش چجوریه؟ 6 ماه تا 1 ساله. SEO زیر 6 ماه اصلا جواب نمیشه ازش گرفت. قراردادها به صورت ماهیانه یا پروژه‌ای انجام میشه و پروژه‌ها هم میانگین داره بچه‌ها. از رنج 10 تومن تا 50 تومن. من خیلی هر قدر که به سمت نوک قله بریم تعداد کمتر میشه. شاید به تعداد انگشتان دستم افرادی بگم که تو حوزه SEO تونستن مبالغی مثلا 30-40 تومانی رو قرارداد ببندن. سئوکارهای خوب این روزا افرادی هستن که ورودی خیلی خوبی دارن از نظر تعداد پروژه هاشون، چون شما کافیه این رونده و رویه رو بلد باشی و خیلی راحت میتونی با مخاطبات ارتباط بگیری. وظایف کارشناس SEO چیه؟ این که تو چارچوبی که مدیر محتوا براش تعریف میکنه بریف ها و استراتژی رو از نظر SEO، از نظر SEO آن پیج، آف پیج و تکنیکال بچینه و بتونه حرف درستی برای گفتن داشته باشه. بچه‌ها میخوام یه جنبندی جمع و جور بکنم از صحبتایی که تا الان داشتم. هر سوالی داشتید آقای توکلی پرسید، من یه محتوایی با کمک AI نوشتم راجع به شخصیت حکومی توی پاندای کنفوکار در ضمن محتوا برای تولید محتوا ویدیو راجع به شخصیت تاریخی بفرستم، میتونید بررسی کنید. دوستان بفرستید از سر حوصله. یه آدم سرشلوغ مثل من شاید به این راحتی هم نتونه پاسخ بده. من پیش بابت تأخیری که تو پاسخ دادن دارم از شما آقای توکلی پوزش میخوام. جنبندی من از این جلسه آنلاین اینه که شما برای اینکه مدیر محتوا باشید نیازمند این هستید که اول از همه مهارت‌های سخت، در ادامه مهارت‌های نرم و بعد قواعد و قوانین بازی رو بلد باشید. یه شبه نمیشه به یه جایی رسید که بیان مدیریت محتوا یک مجموعه رو در اختیار شما قرار بدن. نه. و توی وبینار یه ساعت هم نمیشه راجع به صحبت کرد. من فقط تلاش کردم مثلا گرا به شما بدم. بهتون بگم که زمین بازی چیه و چطور میتونید یک چارچوب درست از هر مسیری که پیش روتون هست داشته باشید. هر سوال ابهامی هست دوستان بپرسید، من در خدمتتون هستم که بتونم پاسخ بدم. از اینکه یه خورده بستر اینترنتی امروز ما خوب نبود و نتونستیم به درستی در خدمتتون باشیم، من پوزش میخوام بابت جزئیاتش. و امیرجان پورنصیر اگر سوال ابهامی هست بفرمایید دوستان، هر سوال ابهامی هستش بفرمایید، بنده با افتخار در خدمتتون هستم که بتونم پاسخگو باشم. کسی هست دوستان؟ هستید بزرگواران عزیز؟ سلامت باشید. اگر ابهامی چیزی هست من در خدمتتون هستم. امیدوارم برقرار باشید و درجه یک. من ممنونم که تحمل کردید بنده رو. امیدوارم دوره‌های حضوری آکادمی نود رو بتونم در خدمتتون باشم و خوشحال شدم که این فرصت در اختیارم قرار گرفت و چند دقیقه‌ای در خدمتتون بودم. دماغتون چاق باشه، کیفتون کوک باشه و درجه یک باشید. خدا نگهدار.